سلام، شبتون بخیر. اومدم در واقع یافت‌آباد با مشتریمون مبل بخریم. یه اتفاق جالبی افتاد و اون بود که یادتونه 1 ماه پیش ما نمایشگاه مبلمان رو داشتیم و خیلی هم نمایشگاه خوبی بود، یعنی عالی بود. الان من دنبال چند تا از اون برندا بودم، پیداشون نکردم و قیمت هم خیلی بالاتر بود. یعنی میتونم بگم که حدود حداقل 50 میلیون قیمت مبل ها بالاتر از زمان نمایشگاه. سالهای قبل ما نمایشگاه مبلمان رو داشتیم، ولی به نظر من امسال یکی از بهترین سالهای نمایشگاه مبلمان بود. خیلی کارهای عالی رو ارائه داده بودن و که میخوام حالا چی نتیجه بگیرم که کاش کسایی که میخوان مبل بخرن، حالا نمیدونم سال بعدم همین اتفاق بیفته یا نه، ولی بهترین فرصت خرید بود. همه مجموعه ها یه جا جمع بودن. الان یه دونه مبل میخوای ببینی باید بری جاجرود، یه دونه باید بری چهاردانگه، یکی باید بری یافت‌آباد. خیلی پخش و بلان، زمان زیادی رو برات ازتون میگیرن. حالا اینو یادتون باشه اگر به عنوان مصرف کننده میخواین مبل خرید بکنید، نمایشگاه مبل رو حتما شرکت بکنید.